سلام دانش آموزان عزیز، حالتون خوبه؟ صدای من رو میشنوید؟ صدا تصویر رو دارید؟ صدا تصویر خوبه بچه ها؟ بسیار عالی، خیلی ممنون، متشکرم. خب من یه توضیح بدم در ارتباط با موضوع جلسه پیش. همونطور که اون جلسه اشاره کردیم، دو جلسه رایگان رو مؤسسه ثبت برتر بناس برگزار بکنه از جلسات کاملی که در هر درسی وجود دارد و من به صورت رندوم دو موضوع رو انتخاب کردم که خب هم موضوع کلیدی هست و هم که مبحث مهم و تاثیرگذاری در کنکور. در جلسه پیش بحث باب‌های ثلاثی مزید رو مطرح کردیم که گفتیم هم در اعراب و تحلیل صرفی کاملا مؤثر هست و هم در ضبط ببخشید که من یه مقدار حنجرم حساسیت فصلی داره و گاه‌گداری سرفه میکنم، عذرخواهی کنیم همین ابتدا. و هم این که در تست های ضبط حرکات یعنی حرکت گذاری با پای ثلاثی مزید فوق‌العاده مؤثر هستند. از اون سو چون وزن قیاسی دارن، وزن ثابتی دارند، بنابراین در ضبط حرکات و از طرفی هم در اعراب و تحلیل صرفی استفاده بسیار زیادی می شود. یعنی همینقدر که فعلی در یکی از باب‌های ثلاثی مزید رفته باشد و تستی در اعراب و تحلیل صرفی در این خصوص بیاید، اولین کاری که می کنیم سراغ گزینه‌ای می رویم که اون گزینه به باب اون فعلی که آمده است پرداخته است و اول اون گزینه رو بررسی میکنیم و تقریبا میشه گفت که اغلب همون گزینه صحیح است. خب دیدید دیگه در اون جلسه هم مطالب رو مطرح کردیم، هم این که تستای مستقیم 1400 رو در رشته‌های مختلف داخل کشور، خارج از کشور دیدید که در پایان ازش استفاده کردیم و چقدر مهم بود. اما امروز میخوایم یه بحث دیگری رو داشته باشیم و اون بحث عبارت است از اعراب فعل مضارع، علائم اعراب و اعراب فعل مضارع که در کتاب‌های درسیتون چندین درس رو چی صدا گفتید که متوجه نمیشم چی میگید؟ اگر هندزفری دارید از اون استفاده بکنید. صدا الان میاد بچه ها؟ صدای من میاد بچه ها؟ صدا خوبه؟ خیلی خوب، بسیار خوب. خب امروز میخوایم در ارتباط با یک بحث دیگری واردش بشیم که در کتاب‌های درسیتون حدود 3-4 درس رو در بر گرفته از عربی 2 و در کنکورم که فراوان از این بحث تست آورده می شود. خب نوشتیم علائم اعراب، اعراب فعل مضارع، رفع و نصب و جزم و باز در این گوشه رشته ریاضی شیمیش در کنکور 35 عدد تست دارید، 35 دقیقه زمان دارید و هر سوال هم 60 ثانیه. اینو اون جلسه گفتم دیگه که یک اطلاعاتی در ارتباط با دفترچه کنکورتون عمومی و تخصصی مطرح میکنیم در ابتدای هر جلسه. اونا رو گفتیم که یک اطلاعات خوبی در این رابطه داشته باشید و ببینید درس ها در کنکور چگونه هستش. اگر خواستی و نتوانستی که هیچ،
ولی اگر توانستی و نخواستی، آنگاه منتظر روزی باش که بخواهی و نتوانی. از نیچه. خب یوگا خندمونم که باز اون جلسه یه تمرین رو داشتیم، هر جلسه این رو داریم. در این جلسه باز یک همراهی شما با من داشته باشید بچه ها. بریم. 1 2 1 2 3. 1 2 1 2 3. هی هی هو هو هو. هی هی هو هو هو. بسیار خوب. این برای آغاز. و خنده برق گرفتگی هم در یوگا خنده، کسی رو که برق میگیرد خب یه لرزشی داره، حالا اون رو توامان با خنده میکنیم. اینم از خنده برق گرفتگی. بسیار خوب. حالا بریم سراغ بحثمون. یه نشانه های اعراب کلمات داریم بچه ها که بهش میگن رفع و نصب و جر در اسم. رفع و نصب و جر. خب رفع نشانه های ولیش او و اون هست. او و اون که بهش میگن ضمه و رفع. حالا اینا در نظام جدید این اصطلاحات خیلی کمتر به کار برده می شود. همون ریتم و آهنگ اون رو در نظر داشته باشید. او و اون اینا نشانه اصلی رفع هست. اما واو رو داریم. واو در جمع مذکر سالم، اگر یک جمع مذکر سالم رو دیده باشید، مثلا مسلمون مسلمینه، معلمون معلمینه، یک واوی در مسلمونه یا معلمونه یا مشفقونه میبینید. اون واو نشانه رفعه، یعنی جمع مذکر سالم وقتی میخواد مرفوع بشه واو میاد جای اون علامت او یا اون رو میگیره. و الف در مثنا، مسلمان، معلمان، مؤمنان، اون الفی که در این موارد من مطرح کردم رو مشاهده میکنید، اون نشانه رفع هست، یعنی به جای او و اون مثنا الف میاد جاش رو میگیره. در نصب حرکات اولیش ا و ان هست. ا و ان یعنی فتحه و نصب هستش. این مورد اصلی است. اما همین علامت در جمع مؤنث سالم به جای ا و ان ا و ان میاد، یعنی به جایی که بگیم مسلماتن المسلمات میگیم مسلماتن المسلمات. در حالت نسبی یعنی جایگاه مفعولی اگر به خودش گرفت به جای ا و ان ا یا ان میاد. رأیت المعلمات. در صورتی که اگه جمع مؤنث سالم نباشه باید بگیم ا یا ان به کار برده بشه، اما در اینجا ا و ان به کار برده میشه، مثل مسلمات یا مسلماتن. اینا نشانه نصب، یعنی در جایگاه نصبی جمع مؤنث سالم به جای فتحه کسره یا به جای تنوین نصب تنوین جر میگیره. و یا در جمع مذکر سالم و مثنا. جمع مذکر سالم دیدید بچه ها گاهی وقتا مثلا گفته مسلمین، مؤمنین، اربعین. خب شما با خودتون میگید که این یه از کجا آمد؟ اصلا یه چی هست؟ این یایی که در مینه میبینید یا در مسلمین میبینید، یعنی در جمع مذکر سالم و در مثنا میبینید، این نشانه به اصطلاح نصب هست. جمع مذکر سالم و مثنا وقتی میخوان منصوب بشن یا میگیرن، همون یه نشانه نصبشون هست. و جر حرکت اصلیش ا و انه. ا و ان یعنی پایین، حرکت زیر هستش. خب در جمع مذکر سالم و مثنا یه میاد، یعنی مثل دقیقا مثل نصبش. جمع مذکر سالم و مثنا در حالت نصبی و در حالت جری
یه میگیره، اون یا میاد جای ا و ان رو میپذیره. بازم مثل مسلمینه و مسلمینه، معلمینه، معلمینه. این یک اطلاعات اولیه برای رفع و نصب و جر که خب خیلی جا مثلا میگن فاعل باید مرفوع باشد. مرفوع باشد یعنی از این علامت ها داشته باشه، و مفعول باید منصوب باشه، و اگه منصوب باشه باید حرکت های اصلیش این باشه و حرکت های دیگرش در جمع مؤنث سالم به این شکل بیاد. یا مثلا این کلمه مجرور واقع شده است، اگر مجرور واقع شده است باید این حرکتات رو ما داشته باشیم. خب این فقط یه اطلاعات اولیه بود. بچه ها در نظام جدید خیلی به این موضوع پرداخته نشده است و فقط من یه اطلاعات اولیه دادم که بیگانه نباشید به این مسائل، چون کشور ما کشوری است که حوادث غیر مترقبه خیلی زیاد رخ میده. دیدید دیگه همین امسال در دانشگاه خب به مواردی پرداخته شد که اصلا شما در کتاب‌های درسیتون به اون شکل ملاحظه نمی‌کنید. یعنی سیستم آموزش عالی و سیستم آموزش پرورش کاملا متفاوت و متغیر هستش و بنابراین باید آنچه را که لازم داریم و شاید گمان بکنیم که در یک قسمت نیست و در آموزش عالی باز به اون پرداخته میشه، اونا رو نباید از دست بدیم. این یک اطلاعات اولیه، اما بحث اصلی ما از اینجا شروع میشه. اعراب فعل مضارع. بچه‌ها فعل مضارع یا به صورت رفع میاد، یا به صورت نصب میاد و یا به صورت جزم میاد. فعل مضارع یا مرفوع یا منصوبه یا مجزوم هست. خب اگر بناس مرفوع باشد این نشانه ها رو ما داریم. یا ضمه میگیره آخر فعل مضارع، او بگیره، این میشه مضارع مرفوع. مثلا یذهبو، یذهبو، ینصرو، یکتبو، آخرش او گرفته و در اینجا پس نشانه رفع یکی ضمه است. نشانه دوم برای رفع ثبوت نون هست. ثبوت نون. بله اینم کوچیکترش کنیم که خیلی چیز نشه. خب یه بار اجازه بدید اینو پس پاکش کنیم که درست شد. ثبوت نون یعنی داشتن نون. داشتن نون در مضارع نشانه مرفوع بودن هست. مثل چی؟ مثلا یذهبان، تذهبون، تذهبین. این نون نشانه مرفوع بودن برای فعل مضارع است. مورد سوم که در کتاب‌های درسی شما متاسفانه مثال‌های متعدد در مورد اون اومده اما بحثش رو حذف کرده است در این یکی دو سال اخیر، ولی نکرده که نمونه مثال‌هاش رو هم حذف کنه. خب چی هست؟ ما یک سری حروف داریم بچه‌ها به عنوان وای، واو و الف و ی. واو و الف و ی که بهش میگن حروف عله. ایناش مهم نیست. واو الف ی اگر توی یک فعل در حروف اصلیش در فعل مضارع در حروف اصلیش واو یا الف یا ی وجود داشت، وقتی که میخواد مضارع مرفوع بشه ساکن میشه. پس سکون وای، سکون وای، سکون وای یعنی واو و الف و ی. خب اگر نگاه کنید بچه‌ها یدعو، یمشی الان واو داره، ی داره، اینا الان هیچ حرکتی روشون نداره. پس اگر واو و الف و ی در حروف اصلی فعل مضارع دیدید و ساکن بود، بی حرکت بود،
اون مضارع مرفوع هست، مضارع مرفوع. خب حالا بچه ها من سریع از شما یه سوال میکنم، یهدی مضارع مرفوع یا مجزومه؟ یهدی بچه ها آفرین، مرفوع، باریکلا. صدا ضعیفه، باز میگید صدا ضعیفه بچه ها؟ آفرین، همه مرفوع زدم، باریکلا باریکلا، کاملا درسته. الان گفتیم دیگه واو و الف و یه اگر بی حرکت بود یا ساکن بود اونو میگن مضارع مرفوع اش گفته میشه. صدا بچه ها ضعیفه؟ یه پیام بدید به من، چون یکی از بچه ها فرستاده صدا ضعیفه. صدا هم خوبه. خب بسیار خوب، میریم برای نصب مضارع منصوب. اولین مورد در مضارع منصوب حروف ناصبه است. حروف ناصبه. خب حروف ناصبه چیا هستن بچه ها؟ ان هست، لن هست، کی هست، لکی هست، اذن هست، حتی هست و لام تعلیل یا لام ناصبه. این مورد هم شما ندارید، فاعل سببی هم حذف شده. پس اولین شرط برای اینکه ما مضارع منصوب داشته باشیم حروف ناصبه است. حروف ناصبه چیا شدن؟ ان، لن، کی، لکی، اذن، حتی و لام ناصبه یا لام تعلیل. اینا باید بیان تا ما مضارع منصوب رو داشته باشیم. ان به معنای که، لن به معنای هرگز، کی و لکی به معنای تا اینکه، اذن در این صورت، بنابراین، حتی هم به معنای تا. این لام هم به معنای تا هستش، معنای تا رو خواهد داشت. خب با آمدن حروف ناصبه چه اتفاقی میفته برای فعل مضارع؟ آخر فعل مضارع فتحه میگیره، آخر فعل مضارع ا میگیره، فتحه خواهد پذیرفت. مثل ان یذهب، ان یذهب، کی ینصر. میبینید که آخرش ا میگیره. آمدن حروف ناصب آخر فعل منصوب میشه. دیگه چه اتفاقی میفته؟ حذف نون. حذف نون. فعل مضارع وقتی صرف میکنین داخلش نون داره دیگه، یذهبان، تذهبون، تذهبین، همینطور موارد. اون نون باید حذف بشه. مثلا تذهبونه با آمدن کی چی شده بچه ها؟ شده کی تذهبو. قبلش بوده تذهبونه، با آمدن کی این اتفاق رخ داده است. خب این از مضارع منصوب. پس یک بار دیگه نگاه کنیم بچه ها. مضارع منصوب اول باید حروف چی بیاد؟ ناصبه. بعد از حروف ناصبه آخر فعل فتحه میگیره. اگر نون داشته باشه نوناش حذف میشه، به غیر از صیغه‌های 6 و 12. 6 و 12 در هیچ شرایطی، یعنی جمع‌های مؤنث، در هیچ شرایطی نونشون حذف نمیشه. خب اینم از نصب. میریم برای جزم. برای جزم اولین موردمون حروف جازمه است. اگر بناس ما مضارع مجزوم داشته باشیم اولین موردش اینه بچه ها که حروف جازمه بیاد. حروف جازمه چی هستن؟ لم، لما، لام امر، لای نهی. اینا حروف جازمه هن. خب دیگه چه چیزی باعث جزم مضارع میشه؟ ادات شرط. ادات شرط چیا هستن؟ من هست، ما هست، این هست، اذا هست. ادات شرط فراوانن بچه ها. منتها در نظام جدید در این 1-2 ساله اخیر خیلی هاشو حذف کرده، فقط همین 4 مورد گذاشته. ادات شرط من، ما، این، اذا. من و ما، این و اذا، اینا ادات شرطن. خب تو ترجمه چه اتفاقی میفته؟ برای من و مای شرطیه یه هر اولش بیارید. مثلا در شرط موصولی میگیم کسی که، چیزی که، اما در شرطی میگیم هر کس، هر چیز، هر آنچه. این شکل ترجمه میکنیم، از واژه هر استفاده میکنیم. این هم که به معنای اگر هست، اگر.
ازا هم یه معناش اگر، یه معنی دیگه هم که زمانیه، یعنی هر زمان، هر وقت. پس به این مطلب توجه بکنید. امروز برعکس. خب پس حروف جازمه یا ادات شرط اگر بیان چه اتفاقی میفته بچه ها؟ سکون فعل، سکون فعل، فعلمون ساکن میشه آخرش. خب مثل چی؟ لم یذهب، لم یذهب، لم یکتب. این شکل آخر فعل ساکن میشه. اتفاق بعدی حذف نون هست، حذف نون. یذهبانه با آمدن لم نونش حذف شده، این هم یکی از کاراست. و در آخر هم باز موردی که متاسفانه در نظام جدید خود بحثش حذف شده است، ولی عرض به حضورتون که مثالهاش فراوان آمده است. حذف حرف عله، حالا این حرف عله‌شو بهش کاری نگیرید. حذف حرف عله یعنی همین وای، واو و الف و یه. خب نگاه کنید بچه ها مثالشو. مثلا لم یدعو، لما یمشه. خب یدعو قبلا چی بوده؟ یدعو قبلا بوده یدعو، یدعو. یمشه بوده یمشی، که با آمدن این لم و لما اتفاقی که افتاده چی؟ این واو، این یا حذف شده. پس اگر واو و الف و یه از فعل مضارع که در حروف اصلش آمده حذف شد، بدونید که اون مضارع مجزوم هستش. مضارع مجزوم که اون واو یا الف و یا در داخل اون فعل حذف می شود. این هم از این. کتاب درسیتون اومده لا تقفو، لا تقفو. و اگر اون لا رو بذاریم کنار، ترم که نشانه مضارع است بذاریم کنار، دو تا حرف بیشتر نمونه. خب فعل دو حرفی نداریم. چه اتفاقی افتاده؟ یکی از این حروف بوده، یا واو بوده یا الف بوده یا یه بوده که با آمدن عوامل جذب اون واو یا الف یا حذف می شود. باز متاسفانه گفتم بحثش در کتاب درسی شما نیست، اما توی کنکور داره ازش استفاده میکنه. توی متن فراوان از این فعل ها داریم و تو تمرینات هم به همین شکل. یکی از بچه ها گفته که استاد اینا مال سال 12 نه، مال سال 11 هستش، اعراب فعل مضارع. بسیار خوب. خب حالا بریم ادامه بحث. قبل از اینکه وارد نکته ها بشیم بچه ها، پس یک مرور دیگه داشته باشیم. رفع نشانه ها چی شد؟ ضمه، داشتن نون، سکون وای. نصب چی شد؟ حروف ناصبه باید بیاد، با آمدن حروف ناصبه فتحه داریم، حذف نون داریم. جزم چی؟ یا حروف جازمه باید بیاد یا ادات شرط باید بیاد، با آمدن حروف جازمه و ادات شرط آخر فعل ساکن میشه. اگر نون داشت نوناش حذف میشه و واو و الف و یه هم تو حروف اصلیش بود، اونا رو باید حذفش بکنیم. این هم از اعراب فعل مضارع رفع و نصب و جزم. خب حالا بریم سراغ نکته های مهمی که در این بحث داریم. اولین نکتمون چی است؟ گفتیم هرگاه حروفی مانند ان، کی، لکی، اذن، حتی، لام تعلیل که همون لام ناصبه است و لام امر بر سر فعل مضارع، بر سر فعل مضارع درآیند، نشانه مضارع التزامی، نشانه مضارع التزامی است. پس هرگاه حروفی مثل ان، کی، لکی، اذن، حتی، لام ناصبه، لام امر بر سر فعل مضارع در بیان، اون فعل مضارعتون رو به صورت مضارع التزامی ترجمه میکنید. خب آنچه که خیلی زیاد اومده این لام هست، لام ناصبه و لام جازمه. اگر نگاه کنید بچه ها، یک لام اومده آخر فعل رو اعداده، منصوبش کرده،
یه لام اومده آخر فعل رو چیکار کرده؟ ساکن کرده. خب طبیعتا معنا رو متفاوت خواهد کرد. چه اتفاقی افتاد؟ در اون جایی که آخر فعل فتحه گرفت لیذهبه، از واژه تا استفاده میکنیم. اون جایی که مجزوم کرد از واژه باید استفاده میکنیم. لیذهب باید برود، لینصر باید یاری کند، لیذهب تا برود، لینصر تا یاری کند. خب اینم از این. منتها یک مطلب رو بچه همینجا من بگم، بعدا توی جلسات رسمیمون مفصل بهش خواهیم پرداخت در همون اولین جلسه، چون فرمولای ترجمه ای هستش. در کنکور وقتی لام رو بر سر فعل مضارع در میاره، حرکت آخرش رو نشان نمیده بهتون. خب چگونه تشخیص بدیم که اون لام آخر فعل رو منصوب کرده از واژه تا یا آخر فعل رو مجزوم کرده از واژه باید؟ میتونید به من بگید بچه ها چگونه تشخیص بدیم اگر لام بر سر فعل مضارع در آمد و حرکت آخرش رو نشان نداد؟ اون لام از کجا بفهمیم لام ناصبه است و در ترجمه از واژه تا، یا لام جازمه است از واژه باید استفاده کنیم؟ میتونید بگید بچه ها؟ بچه ها صدا میاد؟ خب میتونید بگید چگونه تشخیص بدیم اگر حرکت گذاری نکرد برای لامی که بر سر فعل مضارع در اومده تو ترجمه از واژه تا استفاده کنیم یا باید؟ بله بگید بچه ها. میتونید جواب من رو بدید؟ فهمیدید سوالی که کردم چی بود؟ بچه ها سوالی که کردم این بود، لام یه وقت میاد آخر فعل رو فتحه منصوبش میکنه از واژه تا، یه وقت میاد ساکن میکنه از واژه باید استفاده میکنیم. حالا اگه در کنکور حرکت گذاری نکرد از کجا تشخیص بدیم تا به کار ببریم یا باید؟ چی گفتید؟ فکر کنم اگر وسط جمله بیاد از تا استفاده میکنیم. آفرین آفرین. نگاه اولیتون پس همین باشه بچه ها. اگر اول جمله اومد، فعلا نگاه اولیه، اینا رو بعدا من مفصل توضیح میدم، از واژه باید. اگر غیر اومد، غیر ابتدا اومد، از واژه چی استفاده میکنیم؟ واژه تا. این فقط نگاه اولیه ماست برای تشخیص لام. خب این از این. اینجا هم باز من به همون نکته اشاره کردم. میریم و می نویسیم اینجا لام جازمه همون لام امر ابتدای جمله و یا درون یک جمله می آید، ولی لام ناصبه لام تعلیل چنین نیست. التلامیذ لیجتهدوا لینجحوا. خب گفتیم لام امر یا ابتدای جمله میاد یا درون جمله اصلی میاد. تا اینجا دانش آموز باید تلاش کند تا موفق شود، باید تلاش کند تا موفق شود. این لام جازمه است، اون لام بعدی لام ناصبه است. نکته بعدی، هرگاه لن از حروف ناصبه بر سر فعل مضارع درآید، نشانه مستقبل منفی است. اگر لن بر سر فعل مضارع در اومد، تو ترجمه مستقبل منفی ترجمهش میکنیم. مثل لن یذهب، لن یذهب نخواهد رفت، خواهد رفت نخواهد رفت. مستقبل مثبت سو و سوفه میاد، مستقبل منفی لن میاد. لن با فعل مضارع مستقبل منفی ترجمه میکنید. خب اینم از این نکته. اما بریم سراغ نکته بعدی، ادات شرط. ادات شرط چیا بودن بچه ها؟ من و ما، ان و اذا. چه ویژگی دارن ادات شرط؟ ابتدای جمله آورده میشن. پس جایگاه ادات شرط کجاست بچه ها؟ کجاست؟ اول جمله. این از این. و فعل های مضارع بعد از خود را مجزوم
فعلهای مضارعی که بعد از اونا میاد مجزوم میکنه که به فعل اول میگن فعل شرط، به فعل دوم میگن جواب شرط. فعل شرط، جواب شرط. مثالشو نگاه کنید. من یجتهد، من یجتهد ینجه، من یجتهد ینجه. من اول جمله اومده میشه ادات شرط، یجتهد فعل شرط، ینجه هم جواب شرط. این کار ادات شرطه. اول جمله میاد دو تا فعل بعد از خودش رو حتما مجزوم میکنه، فعل مضارع بعد از خودش رو مجزوم میکنه. به فعل اول میگن فعل شرط و به فعل دوم میگن جواب شرط. تو ترجمه هر کس تلاش کند موفق میشود، که خواهم گفت توی نکته دیگری که فعل شرط چگونه ترجمه میشه و جواب شرط چگونه. خب اینم از این. نکته بعدی، هرگاه ادات شرط بر سر فعلهای علیل بر سر فعلهای علیل، حالا فعلهای علیل منظور همون فعلهایی که واو و الف و یه داره، واو و الف و یه داره، در بیاد اون حرف علیل حذف میشه. حرف که واو و الف و یه داره حذف میشه. مثالشو نگاه کنید بچه ها. من، این میشه ادات شرط. یعمل فعل شرط. خب یه فعل دوم هم داریم، یره. یره چی بوده قبلا بچه ها؟ یرا بوده. از اون حروف واو و الف و یه، از اون حروف اومده. پس هر موقعی که ادات شرط بر سر فعلای علیل، یعنی فعلایی که واو و الف و یه تو حروف اصلیش باشه در بیاد، اون باید چی بشه؟ حذف بشه. باید حذف بشه. خیلی مهمه بچه ها، این رو ما خیلی زیاد داریم. فعلای علیل اومدن و ادات شرط اومده، اون فعل علیل هم فعل دوم قرار داده در اون جمله. ما همیشه مراقب فعل اولی میبینیم ساکن هم شده. خب بعد فعل دوم یه مرتبه از اون حرفای علیل واو و الف و یه اومده، اونا باید حذف بشه. خیلی وقتها میبینید که در کنکور میگه کدوم گزینه غلطه، عملیات ادات شرط درست انجام نشده، نگاه میکنی یه مرتبه این فعل دوم داخل حروف اصلیش واو یا الف یا یه است، اونا رو حذف نکرده، باید حذف کنه. اینم از این نکته. و اما نکته بعدی، هرگاه ادات شرط بر سر فعلهای ماضی، افعال ماضی درآیند، میتوانند ادات شرط، افعال ماضی میتوانند معنای اونها رو به مضارع تبدیل کنند. خب خیلی تست در این رابطه در کنکور اومده. چی گفته؟ گفته در کدام گزینه فعل معنای مضارع میدهد. فعل معنای مضارع میدهد. طبیعتا نباید مضارع باشه، چون اگه مضارع باشه که معنای مضارع خواهد داشت، باید یک اتفاق دیگر رخ داده باشه. اون اتفاق چیه؟ ادات شرط بر سر فعل ماضی در بیاد. اگر ادات شرط بر سر فعل ماضی در بیان، اون فعل ماضی رو شما میتوانید به صورت مضارع ترجمهش بکنید. میتونید ماضی هم باشه ولی این بیشتر به صورت مضارع ترجمهش میکنن. مثالش رو نگاه کنید. من کجای جمله اومده بچه ها؟ اول جمله میشه ادات شرط. دخله فعل شرط، اتهمه جواب شرط. چون ادات شرط که میاد دو تا فعل ما باید داشته باشیم دیگه. خب الان دخله و اتهمه فعل ماضی هست، فعل شرط جواب شرط. اما تو ترجمه نگاه کنید، میگه هر کس که برای ادات شرط در مکانهای بد وارد شود متهم میشود. متهم میشود. میتونم بگه هر کس وارد شد متهم شد، این شکل هم میتونه بگه.
اما اگر یک موقع دیدید به صورت مضارع ترجمه کرده غلط نیست، اتفاقا درست هستش. ادات شرط بر سر فعل ماضی رو میتونیم به صورت مضارع ترجمهش بکنیم و هیچ ایرادی هم بران نیستش. صورت سوالم که گفتم دیگه در کنکور میگه کدام گزینه معنای مضارع داره. تا گفت معنای مضارع داره سریع برید سوال گزینه که ادات شرطتون بر سر فعلای ماضی در اومده است. بله، کدوم مطلب رو گفتید که استادی مطلب رو دوباره بگید؟ کدوم مطلب رو میگی؟ مجزوم محلی اونا رو نمیخواد یاد بگیرید چون گفتم اعرابای چیز اینا همه حذف شده. نگاه کن منظور. حالا اگه برای اطلاعات عمومیت میخوای، من گفتم فعل شرط جواب شرط باید مجزوم باشن دیگه، نه مجزوم باشن. خب میبینی که دخله و اتهمه آخرش ساکن نیست، میگه که نیست که نیست، در محل جزم واقع شده. عبارت میگه به درک که مجزوم نشده، در محل خودش اون. این محل مجزوم یا محل منصوب یا محل مرفوع یعنی این، یعنی باید مرفوع بشه نشده، باید منصوب بشه نشده، باید مجزوم بشه نشده. میگه نشده که نشده، محل خودش رو اشغال کرده. منظور از محلی اینه که این مهم نیست، نیاز نیست شما یاد بگیرید. خب این از این. اما نکته بعدی، از میان فعل شرط و جواب شرط، از میان فعل شرط و جواب شرط میتواند یکی مضارع بیاد یکی ماضی بیاد. مثالش رو نگاه کنید. من از ادات شرط، یجتهد فعل شرط، نجحد جواب شرط. و اگه نگاه کنید یجتهد مضارع است، نجح ماضیه. خب چرا میتونه اتفاق بیفته؟ به خاطر همین نکته بالا که برای ادات شرط فعل ماضی و مضارع فرقی نمیکنه. اگر ماضی هم باشه به مضارع ترجمه خواهد کرد، اگر هم مضارع باشه که مضارع ترجمه میشه. به این خاطر پس میتونه هر دو فعل ماضی باشن، میتونه یکی ماضی باشه یکی مضارع باشه، میتونه هر دو مضارع باشه. میان فعل شرط و جواب شرط این اتفاق میفته و ایرادی هم برش نیست. و اما نکته بعدیمون، گاهی جواب شرط، این نکته رو دقت بیشتری داشته باشید بچه‌ها، گاهی جواب شرط به صورت جمله اسمیه میاد. خب اگر نگاه کنید تا اینجا ما میگفتیم فعل شرط جواب شرط فعل هستن، اما گاهی وقتا شما میبینید جواب شرطتون به صورت جمله اسمیه میاد. خب چگونه پیداش کنیم؟ میگه یک فایی بهش میچسبه، فای جوابیه بهش میگن، یک میاد بهش میچسبه. مثالش نگاه کنید. من از ادات شرط، ساتره فعل شرط. بعد شما تا انتهای جمله نگاه میکنید میبینید فعل دیگری وجود نداره. من ساتر عیبک فهو عدوک. خب میگه جواب شرط کجاست؟ جواب شرط سریع برید مشخص کنید اون جایی که یک اومده بهش چسبیده، یه آنچه که بعد از میاد و عدوک اون جواب شرطه که به صورت جمله اسمی اومده. پس گاهی جواب شرط به صورت جمله اسمی میاد، به محض که به صورت جمله اسمی شد یک فی بهش چسبیده. مهم نیست که اون فای جوابیه بگید، نه، فقط تو ذهنتون باشه. فی نه بچه ها، این که پیداش کردید آنچه که بعدش اومده میشه جواب شرط. اینم از جواب شرط جمله اسمیه. ترجمهش هم اگر دقت کنید همون قوانینی که گفتیم رعایت کرده. هر کس عیب تو را بپوشاند پس او دشمن توست. اینم از ترجمهش. و بگمانم آخرین نکته باشه، فعل شرط به صورت مضارع التزامی و جواب شرط به صورت مضارع اخباری ترجمه می شود. این هم همیشه بیاد داشته باشید. فعل شرط مضارع التزامی، جواب شرط مضارع اخباری. هر کس تلاش بکند موفق می شود. هر کس در مکانهای بد وارد شود یا بشود متهم می شود. مضارع التزامی، مضارع اخباری ترجمه خواهد شد. این هم از موضوع ادات شرط. ما امروز 3-4 درس عربی 2 رو یا عربی 11 رو بهش پرداختیم به همین شکلی که ملاحظه کردید. پس مربوط به یک درس نمیشد، مربوط به
سه چهار درس میشد. بله، یکی از بچه ها گفته که خیلی دارید اذیت میشید با این شکل دیگه. ما چون متعهد شدیم به این که حتما با هر شرایطی حضور کنیم، چون من از شرایط کرونایی خارج شدم، یعنی الان چند روزه که دیگه کرونا داشتیم، چند روزه که از اون یکی دو هفته کرونایی بیرون اومدیم و بلافاصله دیگه در خدمت شما هستیم. هنوز اون آرزه ها وجود داره، یک کمی سرفه و یک سری از این موارد. خب ببینم چی گفتن بعضی از دانش آموزان. استاد برای جلسه های آینده از صفر شروع میکنید؟ بله، از جلسه آینده که انشالله هر زمان شروع بشه از صفر شروع میشه و میریم جلو. بله، این از این. بعد گفته شده میکرو طبقه بندی گاج. بله دیگه، اون که اون جلسه اشاره کردیم کتاب خوبیه، کتاب درسی خوبیه. بله. بعد یکی از بچه هم که اشاره کرده خیلی پیچیده است. بله دیگه، اولا که خب گفتم وقتی که ما از صفر شروع بکنیم اینا پایه پایه میریم جلو که به هم پیوسته است، کار ساده تر خواهد شد. الان ما یکی دو جلسه پراکنده رو در نظر گرفتیم، یه پیچیدگی برای خودش داره. هر درسی در عربی همین ویژگی رو داره که با بعد از اینکه باز در اختیارتون قرار میگیره اون فایلش یا کتابش، خب دقیقاً دیگه یک مطالعه هم بعدش میکنید و کاملا ابهام ها برطرف میشه. بله، خیلی ممنون. دمنوش بخوریم. آره، زنجبیل خوبه. خیلی ممنون، متشکر. اصلا تلقین نکنید به خودتون که چرا من یاد نمیگیرم عربی رو. چرا؟ اصلا میدونید در ذهن بچه ها این مسئله از همون ابتدای راهنمایی که حالا شده متوسطه اول، از همونجا که وقتی شروع میشه حالا به شکل‌های مختلف یک بار منفی در ارتباط با این درس شما همراه خودتون دارید و بنابراین باید بگذارید کنار. این درس بسیار تاثیرگذار است در کنکور و باید یاد بگیرید و باید درصد بالایی بزنید که بتونید از رقباتون کاملا فاصله بگیرید. اشاره کردم اون جلسه که شما یه عدد تست از رقیبتون بیشتر بزنید، یعنی درست بزنید، حدود 2-3 هزار نفر رو جابجا میکنید. خب اهمیت داره که حتی یک عدد تست هم بزنید، خب فاصله رو زیاد خواهد کرد. پس دیگه فکر نکنید به اینکه ریاضی سخته، شیمی سخته، عربی سخته. همه درس ها کافی یک مقدار وقت بذارید، یاد بگیرید و تکرار بکنید. تکرار بچه ها، تکرار مهمترین مسئله است. گفتن دیگه از قدیم درس یک بار، تکرار 1000 بار. بله، خیلی ممنون که دعا فرمودید انشالله بهتر بشید. بله. بله دیگه، بسیار خوب، خیلی خوب بچه ها. این از این. بریم بالا. من باز یه توضیح بدم. این 20 جا خالی که همین 20 جا خالی بود که الان ما با هم پر کردیم، همه رو داریم اینجا. یعنی وقتی که این کتابش یا جزوش در اختیار شما قرار میگیرد که خودتون میخواید پیش مطالعه داشته باشید، این کلمات برگزیده برای مکان خالی رو ما داریم که میتونید ازش استفاده کنید و پر کنید و حتی نمره بدید به خودتون و بعداً بررسیشو قبل از اینکه وارد کلاس من بشید داشته باشید. خب مثل زندگی هم هزینه ترین لذت های دنیا، گاهی به تماشای غروب آفتاب بنشینیم، سعی کنیم بیشتر بخندیم، تلاش کنیم که کمتر گله کنیم، با تلفن کردن به یک دوست قدیمی او رو غافلگیر کنیم، گاهی هدیه هایی که گرفته ایم را بیرون بیاریم و تماشا بکنیم، بیشتر از خدا تشکر کنیم و با او حرف بزنیم، در داخل آسانسور و راپله با آدم ها صحبت بکنیم، هر از گاهی نفس عمیق بکشیم، لذت عطسه کردن رو حس بکنیم، قدر این که پای ما نشکسته است را بدانیم، زمزمه کنیم و آواز بخوانیم، سعی کنیم با حداقل یک ویژگی منحصر به فرد با بقیه فرق داشته باشیم، گاهی به دنیای بالا سرمون خیره شویم، با حیوانات و سایر جانداران مهربان باشیم، برای انجام کارهایی که ماها مانده و انجام نشده در آخر همین هفته برنامه‌ریزی بکنیم.
اینم زمست زندگی این جلسمون. خب بریم بالا. خب بچه ها اون جلسه یادتون هست دیگه، گفتیم شما دیگه بی نیاز میشید از اینکه برید کتابای درسیتون رو ببینید جمعای مکسر کجاست، مترادف ها کجاست، متضاد ها کجاست. اینو من تو هر جلسه توی اون مطالبی که مربوط به جمعای مکسر مترادف متضاد هست همه رو آوردم، همه در اونجا، چه توی متن درستون چه تو تمرینات، همه موارد آورده شده و کار شما رو آسان میکنه. خب اینم در اختیار شما خواهد بود و استفاده خواهید کرد. خب بریم سراغ آزمونی که مربوط به امروز ما میشه بچه ها. خب مثل همون جلسه آزمون کوتاه مدتمون 8 تا تست هست، 6 دقیقه زمان براش تعیین شده. یه استراحت کوچولو میکنید، در همین هنگامه استراحت کوچولویی که دارید این 8 تا تست رو هم آنچه رو که فکر میکنید گزینه مد نظر هست رو انتخاب کنید و برای من بفرستید الان و در بعد از 5-6 دقیقه دیگه میایم و این تست رو بررسی خواهیم کرد. پس همه دارید استراحت میکنید، یک آبی بنوشید، اما میگه سریع برگردید و این تست ها رو 8 تست رو جوابش رو انتخاب بکنید و ارسال بکنید و بعد از 5 دقیقه دیگه با هم بررسی خواهیم کرد. امروز برعکسم. بچه اگه سوالی هم بعضی از شما دارید تو همین فاصله میتونید از من بپرسید. کجا ارسال کنیم؟ الان همینجا، همین الان تستی رو که مد نظرته، مثلا تست 1 فرض کنید گزینه حالا 2 یا 3 یا 4 هر کدوم هست، بگید 1 4 2 3 به همین شکل بفرستید برای من. خب بچه ها بررسی بکنیم با هم. بله یکی از بچه ها بوده من میرم عربستان، شاید در اونجا عربی یاد گرفتم. بسیار خوب. خب شماره 1 تعیین کنید مایه شرطیه رو. خب اشاره کردیم که ادات شرط کجای جمله میان؟ اول جمله. پس بنابراین گزینه 3 مون که میره کنار، گزینه 2 میره کنار، چون ما اول جمله نیومده و اونجا حالت موصولی پیدا کرده، چون موصول ها من و ما وسط جمله میان. خب اما در مورد اول ما کنتو انتظر ان یساعدنی، اصلا شرط نکرده. ما کنتو انتظر فرمول ماضی استمراری منفی است، یعنی انتظار نمیکشیدم شخصی را که کمک کنه به من در روزهای سختی. خب این مایه شرطیه نیست، ضمنی که هیچ تأثیری هم روی فعل ها نذاشته است. در گزینه 3 هم باز اگر این ما رو ما مایه شرطیه بگیریم، خب باید فعل شرط داشته باشیم، جواب شرط داشته باشیم، یعنی 2 تا فعل باید داخل جمله باشه، فعل شرط جواب شرط. ملاحظه میکنید که همچی چیزی وجود ندارد و اینجا مایه استفهامی هستش، میگه چیست این کارهای زشتی که مرتکب میشی و اون پس ارکان اسلوب شرط نداره. اسلوب شرط باید ادات شرط باشد، فعل شرط باشد، جواب شرط هم باشد. خب این هم وجود نداره. این موارد همه منفی شدن، منفی منفی منفی. میریم برای گزینه 4 که همه تونم گزینه 4 رو انتخاب کرده بودید. خب این ما کجا جمله اومده بچه ها؟ اول جمله. این که اولین شرط رعایت شده. بعد یه فعل دیگه داریم، فعل اول تزرعی، یه فعل دوم تحصدی. خب فعل اول، فعل دوم، فعل شرط، جواب شرط. ضمنی که بچه ها اثر هم گذاشته روشون، اثرگذاری هم کرده، یعنی این 2 تا فعل اگر بخوایم نگاه کنیم، یکی تزرعینه بوده، یکی هم
تحسدی نبوده که چون ادات شرط اومده، ادات شرط جزو جوازم هسته که جازمه است. گفتیم وقتی عوامل جزم میاد چی میشه؟ آخر فعل ساکن میشه، اگر نون داشته باشه نوناش حذف میشه. خب این نوناش حذف شده، بنابراین گزینه 4 رو انتخابش میکنیم که همتون هم همین 4 رو زده بودید، درست هم هستش. خب مورد بعدی گفته تعیین کنید فعل شرطی که تغییر نمی کند. فعل شرطی که تغییر نمی کند علامت آخرش. خب اگه مضارع باشد که تغییر میکنه، ساکن میشه، نون داشته باشه نونا حذف میشه. تنها فعلی که هیچ اتفاقی براش نمیفته فعل چیه؟ فعل ماضی است. فعل ماضی وقتی که ادات شرط یا عوامل جزم بر سرش در بیاد نیاز نیست که ساکن بشه، اصلا ساکن نمیشه. سکون متعلق به فعل مضارع است. فعل ماضی هرگز ساکن نمی شود. یادتون هست که یکی از بچه‌ها سوال کرد معلن مجزوم یعنی چی؟ همونجا اشاره کردیم چون فعل ماضی بود لذا مجزوم نمیشد، به همین خاطر گفتیم معلن مجزوم هستش. پس سریع میریم ببینیم ادات شرطمون که بعدش فعل ماضی اومده کجاست. این از ادات شرط هست و حسبته میشه فعل ماضی. فعل ماضی است، همین گزینه رو انتخابش میکنیم. میبینید که آخر فعل ساکن نشده است. فعل ماضی اینجا هم یه جایی بنویسیم ماضی، این ماضیه و ماضی علامت آخرش تغییر نمی کند. خب اینم از 2 که 2 شد. و اما مورد 3 تعیین کنید ماضی که معنای مضارع بده. بازم همین حرف چند لحظه قبلمونه که تاکیدم کردیم. بچه‌ها چی بود نکته‌ای که گفتیم چه زمانی فعل ماضی معنای مضارع میدهد؟ چه زمانی بچه‌ها؟ چه وقت فعل ماضی معنای مضارع خواهد داد؟ سریع بفرستید برای من ببینم چی میگید بر اساس تدریسی که داشتیم. چه زمانی فعل ماضی تعیین کن ماضی که معنای مضارع داشته باشه؟ زمانی که ادات شرط بیاد دیگه، همون فعل شرط جواب باشه، ادات شرط بیاد بر سر فعل ماضی بیاد. خب نگاه کنید گزینه 1 رو. ازا از ادات شرط دیگه نه بچه‌ها. بعد ملکه این فعل ماضی، هلکه هم فعل ماضی بر سر فعل ماضی در اومده، ماضیه معنای مضارع میده. چرا معنای مضارع میده؟ نکته داشتیم دیگه، گفتیم چه زمانی فعل معنای مضارع میدهد؟ زمانی که ادات شرط بر سر فعل ماضی در بیاد. سری میریم ببینیم کدوم گزینه ادات شرط بر سر فعل ماضی در اومده. ادات شرط اول جمله اومده، فعل ماضی هم اومده. فعل ماضی در این صورت معنای مضارع میدهد. اینم از نکته‌ای که چند روز قبل تدریس کردیم در اینجا هم که استش رو ملاحظه کردید و دیدید. بسیار خوب. بریم بر شماره 4. گفته تعیین کن من جازمه رو. خب من جازمه کجای جمله میاد بچه‌ها؟ من جازمه ابتدای جمله میاد، ابتدای جمله. پس 2 تا گزینه‌تون رو که همین الان حذفش کنید، یعنی این رو و این رو. میماند این دوتا، این دوتا میماند که اول اومده اینم من و اینم من. حالا باید بین این دوتا کدوم انتخاب کنید؟ اونی که اثر بگذارد دیگه، نه اثرگذار باشد. بله، رو فعلا اثر گذاشته باشه، مخصوصا اگه فعل مضارع باشه. بله کاملا درسته. من یهدنی یره. خب یهدینی یهدی بوده دیگه، اون یش حذف شد. اینم یرا بوده که یش حذف شد. یادتون هست دیگه گفتیم اگر بر سر فعلای در بیاد که تو حروف اصلیش واو و الف و یه داشته باشن اونا رو باید حذفش بکنیم. خب اینجا یه کاری کرده معلوم میشه. پس این من شرطه که اثرگذار بوده است و اون حروفی که میگیم حذف کرده.
بنابراین گزینه 3 انتخاب خواهد شد. این نونم تو عربی یک خوندید دیگه، بین فعل و یای متکلم میاد. ضربنی ضربنی، اینم یهدی بوده با اون یا بعدی یک نونی بینشون اومده. به هر حال این دوتا فعلمون من اثر گذاشته و وای یا همون واو الفیه که داخلش بوده اونا رو حذف کرده. گزینه 4 انتخاب، گزینه 3 انتخاب می شود. بله خیلی خوب، این هم از این. مورد بعدی تعیین کنید مضارع منصوب رو. تا میگه مضارع منصوب بچه‌ها چی بیادتون میاد؟ باید حروف ناصبه داشته باشیم دیگه، نه؟ مضارع منصوب نیاز است که حروف ناصبه بیاد. حروف ناصبه چیا بودن؟ ان بود، لن بود، کی بود، لکی بود، ازن بود، حتی بود و لام ناصبه. نه حروف ناصبه بودن. حروف ناصبه. سریع بریم ببینیم کدوم گزینه از این حروف داریم. بله کاملا واضح هستش، کاملا واضح. ان یه ان اومده، فعلمون رو انی کرده و فعلی که انی بشه حتما مضارع منصوب هستش. ان از حروف ناصبه. گزینه چی بچه‌ها شد؟ گزینه 2 از حروف ناصبه. اگه گفت مضارع مجزوم باید از حروف جازمه یا ادات شرط باشه. اگه گفت مضارع منصوب باید از حروف ناصبه داخلش ببینید. به همین راحتی میشه انتخابش کرد. و اما شماره 6 تعیین کنید خطا رو در مفردات. خب اسم به معنای گناه مساویس با ذنب، گناه مترادفند، کاملا درسته، این خطا نیست. غله از کاهش میاد، تقلیل میاد، کسر از زیادی میاد، ضد همن، علامت متضاد رو گذاشته. این گزینه درست است. گزینه 2 فرار کرد، هرب فرار کرد، مترادف گرفته، کاملا درسته. اما تنبه یعنی آگاه شد، فکر یعنی بازم آگاه شد، فکر کرد، اندیشید. خب اینا نمیتونن ضد هم باشن، اینا متضاد نیستن و این غلطه. همین گزینه رو انتخابش میکنیم. گزینه 2 قسمت دومش متضاد نیستن. اینم از این که انتخاب شد. تار و مر یعنی یه مرتبه، خب هر دو یه شکله. علم جهل ضد همن دیگه، دانستن و جهالت. حب و ود به معنی دوستی، مترادفن. همسه و سرخه سکوت کرد، فریاد زد، ضد همن. اینم پس درسته. و اما شماره 7 به لازم مفهوم و قرابت معنایی تأمل کنان در خطا و ثواب به از ژاژ خایان حاضر جواب. تأمل کردن موقع صحبت کردن، تأمل کن، بیاندیش، بعد حرف بزن و ببینیم کدوم گزینه میتواند مناسب این بیت باشد که اغلب شما هم گزینه رو گزینه 2 انتخاب کردید. هر کس فکر کنه قبل از سخن گفتن از خطا در امان میماند. خب خودش هم اشاره کرده دیگه، تأمل کنان در خطا و ثواب به از ژاژخایان حاضر جواب. اگر تأمل بکنی خب بهتر هستش قبل از حرف زدن، تا اینکه بخوای یک سره فوری برای هر چیزی حاضر جواب باشی. گزینه 2 به لحاظ قرابت معنایی نزدیک هستش. گزینه دیگر فاصله دارن به لحاظ مفهومی نسبت به این بیت. و اما بریم برای شماره 8 که گفته است
ترجمه است، کدوم گزینه صحیح هستش. حالا جلسه اول که انشالله با هم داشته باشیم فعل ها بلا زمانی رو که 70% تستای کنکور مربوط به اون جدول فعل ها بلا زمانی می شود رو در همون جلسه اول بهش خواهیم پرداخت. حالا در اینجا ببینید دو فاکتور رو حتما تو ترجمه بهش حتما دقت بکنید. دو فاکتور مهم، اول فعل ها بعد ضمیرها. فعل ها ضمیرها. البته ما در بخش ترجمه مخفف سازی به نام فزجمن داریم. فزجمن یعنی فعل ها، ضمیرها، جمع ها، معرفه ها، نکره ها. اینا فرمول اصلی ترجمه ای هستش. حالا فعلا فعل ها در اولویتن، ضمیرها بعد از اونها مهمن. خب نگاه میکنیم بچه ها، یکی ضمیری رو داریم، یکی هم کان قد جلسه رو داریم، یکی هم کان یحمسو رو داریم. خب ضمیری بچه ها ضمیر داره دیگه، نه؟ خب اگه ضمیر داره باید ضمیر داشته باشه. بنابراین گزینه 4مون رو حذف میکنه، میگه هم شاگردی، نمیگه هم کلاسی من هم شاگردی من، این حذف میشه. کان قد جلسه یادتون باشه بچه ها، کانه با قد با ماضی، ماضی بعیده، ماضی بعید یعنی از واژه بود باید استفاده بکنه. خب ببینیم که این کارو کرده یا نه. در اولی میگه که همکلاسی من که در کنارم می نشست. خب این غلطه. اما در مورد بعدی گفته که چی بچه ها؟ همکلاسی هم که در کنار من نشسته بود. تا اینجا این دوتا درست هستن. همکلاسی هم که در کنار من نشسته بود. این تا اینجا. حالا بریم برای فرمول بعدی. کان یحمسو یعنی کانه با مضارع اومده. خب وقتی کانه با مضارع می آید میشه ماضی استمراری. ماضی استمراری یعنی مثل میرفت میخوایم، میخورد میخوایم، استراحت میکرد میخوایم. بین این دوتا میخوایم انتخاب کنیم. اینجا میگه آرام با من حرف زد و به همین دلیل من در درس زنگ سوم رو متوجه نشدم. اما بریم برای بعدی. اینجا چی میگه بچه ها؟ میگه که آهسته با من حرف میزد، ماضی استمراری. اما در اینجا حرف زد، اینکه ماضی تنهاست و بنابراین گزینه 3 انتخاب خواهد شد. گزینه 3. خب پس انشالله گفتم در جلسات رسمیمون همون اولین جلسهمون میریم سراغ چند فرمول مهم ترجمه‌ای که دیگه کمک کنه به شما که تست ترجمه رو راحت بزنید. مهمترین فاکتور در ترجمه فعل ها بلا زمانی هست. اینجا الان یه فعل ماضی بعید داشتیم، کانه با قد با ماضی. یه فعل ماضی استمراری داشتیم، کانه با مضارع. کانه با مضارع بیاد میشه ماضی استمراری و ضمیرم که جایگاه خودش رو دارد. بنابراین گزینه 3 تمام اون مجموعی که ما میخوایم رو رعایت کرد و انتخاب شد. این هم از 80 تستی که در آزمون کوتاه مدت بهش پرداختیم. اما شما اون جلسه هم بیاد دارید دیگه که اشاره کردم. یک آزمون بلند مدت هم داریم که انشاءالله تو اون جلسات رسمیمون که شروع بشه یه آزمون بلند مدت هست که اون آزمون تکلیفی شما در منزل هستش. براتون بعد از اینکه من درس دادم تموم شد، غیر این مجموعه که در اختیار شما قرار میگیره، یه آزمونم بعد برای شما ارسال میشه، آزمون بلند مدت که توی منزل اون رو جواب میدید، ارسال میکنید پاسخها رو و بعد جلسه بعد که اومدیم اون رو بررسی خواهیم کرد که ببینیم آیا به این درسی که ما دادیم و نمونه در آزمون کوتاه مدت مثل اون رو کار کردیم. تو آزمون بلند مدت که در منزل دارید جواب میدید، بعد از فراگیری مطلب چه کار کردید، به چه شکل پاسخ دادید و بعد میارید و ایراداتتون رو برطرف میکنیم. اینم از بحث امروزمون که با هم کار کردیم و بازم من عذرخواهی میکنم. گزینه سال 7 بله گزینه ای رو باید انتخاب کنید که به این مفهوم نزدیک باشه. البته باید صورت سوال رو نگاه کنید دیگه. اگه گفته مناسب باشد باید نزدیک باشد، دیگه مناسب نباشد یعنی نزدیک نباشد. و
دیگه انشالله این 2 جلسه که خود در اختیار شما یعنی کار کردیم با هم، ولی رندوم بود، پراکنده بود، به 2 موضوع مهم که در کنکور دیگه هر ساله بهش میپردازه اشاره کردیم. و بچه یادتون هست اون جلسه برای پای ثلاثی مدید چند تا تست کنکور 1400 رو داخل کشور، خارج کشور همه رو مستقیم اونجا براتون شد. الان من سریع این بحثی رو که با هم انجام دادیم یک فایل دیگه الان باز میشه، شما نگاه بکنید. حالا من رسیدم بررسی میکنم، وگرنه این رو میگیم در اختیارتون قرار بدن که تو منزل پاسخش بدید. حالا اگه همینجا هم رسیدیم همینجا با هم چیز میکنیم. فقط میخوام اینو نشان بدم که ببینید این بحثایی که من میکنم رو مستقیما شما در کنکور دارید و امسال داخل کشور، خارج کشور رشته‌های مختلف ازش استفاده کردن. لطفا اون مورد رو اگر امکانش هست بیارید. خب بچه ها نگاه کنید، تست 49 همین امسال تست 49 تعیین کنید ماه شرطیه رو. خب کجای جمله می اومد بچه ها؟ اول جمله. متاسفانه همه ما کجا اومدن؟ اول جمله اومدن. ریاضی داخل کشور 1400. خب ما باید فعل شرط جواب شرط داشته باشیم. 2 تا فعل بعدش نگاه میکنیم. در گزینه 1 تتعلم و تبعد ملاحظه میکنید فعل شرط جواب شرط. به معناش هم دقت کنید، اون مجموعی که گفتیم رو رعایت کرده. هر آنچه بیاموزی از علوم مختلف دور میگرداند تو را از جهالت. فعل شرط جواب شرط همه رو رعایت کرد. گزینه 1 رو انتخابش میکنیم، گزینه 1. اما گزینه‌های دیگر منفی هستن. ما نبتت، ما وجدته، ما من صابر، این همه منفی هستن. میگه که نروید درختان خفه کننده در کشور ما، در سرزمین ما، زیرا درختان استوایی هستش. نیافتی در آن کتابی که تأثیر گذاشت در وجودت بعد از چه یافتی. اینجا استفهامی است. چه یافتی در آن کتابی که تأثیر گذاشت در تو بعد از خواندنش. آخری هم منفی است. پس گزینه 1 رو انتخاب میکنیم، فعل شرط جواب شرط. بریم بعدی. بازم کنکور تجربی داخلی 1400 گفته تعیین کنیم ماهی که متفاوت است از بقیه در معنا. باز اگه نگاه کنید همه گزینه ها ما دارید. حالا باید ببینید کدوم گزینه متفاوت است. دقت داشته باشید بچه ها، در گزینه 1 و 2 به لحاظ معنایی هم گفته 1 و 2 و 3 منفی هستن. قانع نکرد متکلم مستمعین رو، یعنی شنوندگان رو، با اینکه کلامش نرم بود. نپیمود، ما قطع نکردم کلام معلمم رو تا فارغ بشه از سخن گفتن. استخدام نکرد، به کار نبرد کشاورز دیواری رو مگر برای حمایت از محصولاتش. اما در مورد آخری بچه ها یه دقتی داشته باشید، یک مورد رو بعدها انشالله خواهید دید. ما به علاوه افعله اینو بهش میگن صیغه تعجب. صیغه تعجب یعنی تعجبی معنا میشه. از واژه چه استفاده میکنیم تو ترجمه. چه زیباست کلاسی که دوست دارد معلم دانش آموزانش رو و اونا هم او رو دوست دارن. پس این ما افعله یعنی برای قالب که میاد میشه تعجبی. از واژه چه استفاده میکنیم. این گزینه 4مون ماش متفاوت هستش. و مورد بعدی گفته تعیین کنن چرا که نیست درش اسلوب شرط. نیست درش اسلوب شرط. خب اگر نگاه کنید شما من رو که در همه گزینه ها چی بچه ها دارید، درسته؟ من رو در همه گزینه ها دارید. حالا باید بریم سراغ گزینه ای که اسلوب شرط رو نداره. علمه فعل شرط، انقذ جواب شرط. یا جالس فعل شرط، یکتسب جواب شرط. عمله فعل شرط، وجده جواب شرط. اما اگر در مورد 4 نگاه کنید شما یه فعل بیشتر نداری، کانه دیگه فعل دومی وجود نداره. پس معلوم میشه گزینه 2 گزینه است که اسلوب شرطی درش نیامده است.
گزینه 2 سریع هم گفت دیگه یکی از دانش آموزان. آفرین. به همین شکل دیگه نگاه کنید همه 1400 هستش. 48 تعیین کنیم منی که متفاوت است. منی که متفاوت است رشته هنر داخلی 1400. خب در گزینه هایی که آمده است بله اگر نگاه کنید گزینه 2 باز در اینجا من رو از ادات شرط بگیریم، عمله رو فعل شرط میگیریم. خب یادتون هست بچه ها گفتیم که اگر جواب شرط ما فعلیه نباشد اسمیه است. بعد یک چیزی گفتیم میاد بهش میچسبه که نشون میده این جواب شرطه، یعنی آنچه که بعد از فهمیات جواب شرط هستش. اگر اینجا نگاه کنید خب یفلح قبل از اون چی اومده بچه ها؟ ف اومده. ف اومده. پس این میشه فعل شرط، این میشه جواب شرط، این منم میشه ادات شرط. این گزینه است که منش متفاوته. اما در گزینه‌های دیگر من شرطی نیست. مثلا در اولی کسی که سوال میکند از معلم برای رنجوندنش، چه کسی سوال میکنه از معلم برای رنجوندن جز دانش آموز شلوغکار؟ استفهامی شد. چه کسی غیر معلم مهربانت یاد میده به تو آنچه را که به اصطلاح میآموزی؟ اینم پس باز من استفهامی شد. همگی یاد خواهند گرفت که چه کسی برنده می شود، برنده فردا چه کسی است. اینا همه استفهامی شدن. پس این سه مورد استفهامی هستن، پرسشی هستن، ضمنی که اصول ادات شرط رو هم رعایت نکردن. پس گزینه 2 رو انتخابش میکنیم. ببینیم دیگه هم داریم. بله اینم باز تعیین کنیم مایی که متفاوت است در معنا. در معنا. خب در گزینه هایی که در اینجا آمده، این مایی که آمده عرض حضور شما که حتما بچه ها یک دقتی داشته باشید. اینو بعدا انشالله میگیم. اگر بعدش ما مثلا ما اومد بر سر فعل ماضی بعد الا اومد، حتما بدونید جمله قبلتون منفی هست. نیکی نکرد انسان به کسی به جز فلان، خالص نگردان مؤمن برای خداوند به جز فلان. پس وقتی که الا میاد یعنی قبلت هم منفیه و خود الا نشانه منفی است. اینا منفی هستن. یکم همینطور دوست ندارد این دانش آموز که دیگران شکست او را بدانند. اینم منفی است. اما در مورد دوم ما مایه موصوله هستش. ما مایه موصول هست. آنچه که احتیاج دارد این غرفه همان کتابخانه کوچکی است که در آن بعضی از کتاب هاست. پس این مایی که در گزینه 2 اومده بر سر مضارع هم در اومده و پس معلوم میشه برای منفی کردن نیامده. گزینه 2 رو انتخابش میکنیم به عنوان گزینه متفاوت. حالا اینا بعدا انشالله باز مفصلتر بهش خواهیم پرداخت. ببینیم دیگه هم داریم یا نه. نه دیگه تمام شد. بسیار خوب. این هم یک نمونه هایی از قصه که مربوط به 1400 میشد که کار کردیم. حالا اینا رو بعدا که کار بکنیم خیلی توضیحات مفصل تری بهش خواهیم داد. خب بچه ها ممنون از همراهی امروزتون. امیدوارم که امروز هم مفید بوده باشه بچه ها. اگر مفید بود برنامه امروزمون باز پیام بدید که من ببینم رغم آزردگی حنجره و سرفایی که داشتیم برنامه چطوری بود.
نظرتون رو اعلام بفرمایید بچه ها. خیلی ممنون، متشکر. خیلی ممنون، متشکر. آقای امیررضا متشکر، خیلی ممنون دیگه. این پیام شما فیلم عکس بله. آن چیزی پیامی گذاشتید که گفتید پیامتون رو توی در گروه رفع اشکال جواب پیام ها رو بدید. من میگم دیگه همین گرفتاری چیز که داشتم امروز رو من نگاه نکردم. باشه چشم، میرم نگاه میکنم ببینم چه پیام دادید، حتما اونو بلافاصله جواب میدیم. ممنون از پیاماتون، خیلی ممنون، متشکر. ببخشید امروز یه مقداری سرفه داشتیم و گاهگداری اذیت میکرد. خیلی ممنون، متشکر از پیاماتون، خیلی ممنون، متشکر. انشالله این 2 جلسه مفید بوده باشه، جلسات رایگان بود و حتما در اولین فرصت تمایل داشتید ثبت نام رو انجام بدید. به دوستاتون هم حتما اعلام بفرمایید که ثبت نام رو داشته باشن و انشالله از جلسات بعدی دیگه به صورت رسمی وارد بحث خواهیم شد. وارد کانال منم که شدید دیگه، عضو کانال من بچه ها. آره خیلی ممنون، متشکر. خیلی ممنون، متشکر. بله خب دیگه انشالله اونم پیگیری کنید، مطالبی که در اونجا هستش رو در داخل کانال. بله اینجا هم نه، بیاره اون ابتدا. اینجا بازم بچه‌هایی که جدید اومدن دقت کنن دیگه. ادسان عربیک مصباح، ادسان عربیک مصباح، وارد این کانال بشید، از مطالب روزانه اون استفاده کنید. هر شب هم تستی که میذاریم یا مطلبی که گزارش میشود به صورت صوتی یا وایس پاسخ میدیم و مخصوصا هشتگ های سنجاق شده در کانال رو که از 0 تا 100 هست رو و 10 ها هشتگ هم هستش ازش استفاده کنید. دوره‌های کامل و جامعه عربی هست، براتون مفیدن خواهد بود. ادسان عربیک مصباح. ممنونم بچه ها، خیلی ممنون، متشکر از اونو که عضو کانال شدن، استفاده کنن، به دوستای دیگه شون هم بگن. برای کلاس ها هم که ثبت نامتون رو داشته باشید دیگه.